سلام مامانه عزیزم، حالتون چطوره؟ ساعت حدودا 10 شبه و من همچنان دارم پر انرژی کار میکنم. انقدر که انرژی های شما به من رسید، انقدر که برای من پیام تبریک تولد فرستادین، که من هنوز فرصت نکردم همه رو جواب بدم، چون میخوام با وایس جواب بدم اونا رو، چون واقعا برام ارزشمنده و هنوز فرصت نکردم. ولی اون انرژی که برای من فرستادین، پیام های خوبتون، آرزوها، دعاهای خوبتون، واقعا به من فهمیدم که چقدر توی این فضا هنوز افرادی هستن که مهربونی، حال خوب، انرژی دادن به بقیه رو یکی از ارزش‌های بزرگ میدونن. و ما الان دور یک پروژه جدید هستیم که با این انرژی که شما به من دادین تا یه حد خیلی زیادیش رو مثلا تونستم همین امشب انجام بدم.